کودک درونی داریم، اینو بهتون بگم، که موقع‌هایی ما حالمون خوبه که این کودک درون ما و این توجه ما به کودک درون تو لحظه حال باشه. ولی میدونید وقتی که کودک درون من میاد جلوی چشمم، این بالغ و والد بستری رو واسش فراهم میکنن، جوری سرزنشش میکنن، جوری مقایسش میکنن، جوری تنبیهش میکنن، جوری برچسبش میزنن که از بودن تو لحظه حال و اینجا بودن فراریه. یا تو گذشته داره سیر میکنه یا تو آینده، چون میدونه باهوشه، هوشمنده، سوپر هوشمنده، میدونه کی بیاد جلوی من و تو که بپذیریمش، توجه بهش بکنیم. اگر قرار باشه درگیر باشم، به هیچ عنوان بهش توجه نکنم، سرزنشش کنم، گیر بهش بدم، تحقیرش کنم، تو لحظه حال حاضر نمیشه. میدونی حالا شرط تو واسه اینکه حالت خوب باشه، تایید کنی خودت، سرزنش نکنی، خودت دوست داشته باشی، واسه اینکه این کودک درونه که قدرت ها همه زیر دستمونه، واسه اینکه اون تو لحظه حال حاضر باشه، چیه؟ تو کی دوست داشتنی هستی؟ ماها بزرگترین چالشی که داریم پیدا میکنیم اینه، ماها خودمون رو دوست نداریم یا مشروط دوست داریم. 99% آدم ها این شکلی هم. میگه من فقط وقتی احساس رضایت میکنم که تو فلان شغلم پیشرفت کنم، وقتی احساس ارزشمندی میکنم که فلان مقدار پول داشته باشم، وقتی احساس ارزشمندی میکنم که فلان خونه، فلان ماشین، فلان رابطه رو داشته باشم. حالا این احساس ارزشمندی همه اون داستاناسا بعد چی میشه؟ پر از خلأ. حالا فکر کن همین آدمه وارد رابطه میشه، چه اتفاقی میفته؟ خودشو دوست نداره، دائم توی شکه که آیا طرف مقابل منو دوست داره، عقده توجه داره، توجهی که خودش به خودش کرده، بد میکرده نکرده، اینجا پدیدار میشه. میدونی ما وقتی خودمون رو دوست داریم، یعنی وقتی حالمون خوبه که مورد توجه قرار بگیره کودک درونمون، اینو نداریم، اینو خودمون نساختیم، میخوایم از بیرون گدایی بکنیم. چرا بهم نگفتی دوست دارم؟ چرا بهم زنگ نزدی؟ خودمون حواسمون به خودمون نیست. این حواس خودم به خودم نبودنه رو کجا میخوام پیداش بکنم؟ توی یه نفر دیگه میخوام چکش کنم، یا حتی یه سری میخوان چک بشن. چرا؟ چون وقتی که کودک درون من تو لحظه حال نیست، یک خلایی ایجاد میشه. من دنبال اینم این خلأ رو با یه کسی از بیرون پر کنم.